بیت المقدس خیلی جایگاه داره، بیت المقدس خیلی ویژگی ها داره در اسلام، در تشیع مورد توجه. حتی یهود امروز همه این جنگ‌های سیاسی که راه انداختن و این اشغالی که صورت گرفته در منطقه فلسطین، همه به خاطر موقعیت دینی و عقبه فرهنگی این شهر هست و این منطقه. اسرائیل امروز، یهود امروز، البته در بین یهودی‌ها هم کسانی هستند که اسرائیل ستیزند، یعنی با حکومت اسرائیل و آنچه که او می‌کند در منطقه فلسطین مخالفند. بالاخره اسرائیل دنبال این هست که 3 هدف رو دنبال کنه در منطقه، در اون قسمت. یکی این که همه بنی اسرائیل رو و کسانی که قوم یهود هستند رو برگرداند به سرزمین موعود. میگوید این فلسطین سرزمین موعود است، باید همه برگردن به اینجا و استشهاد هم میکند به بعضی از کتاب‌های عهد خودشون. در کتاب تورات و بعضی از ملحقات به تورات میگوید که وعده داده شده این سرزمین فلسطین باید همه برگردن به اینجا. یکی دیگر از اهدافی که دنبال میکند این است که این سرزمین فلسطین تحت حکومت و سیطره اسرائیل و بنی اسرائیل قرار بگیره و در تصرف اونها باشه، تحت حاکمیت اونها باشه. این هم هدف دوم هست. و هدف سوم بناء هیکل معبد سلیمان که سلیمان علی نبینا و علیه السلام گفته می شود در آنجا معبد بزرگی رو بنا نهاد، هیکلی رو بنا نهاد. البته خود همین هیکل سلیمان و معبد سلیمان تاریخ مفصلی داره، حمله هایی که صورت گرفته، خرابی هایی که صورت گرفته در اونجا که ما نیاز نیست وارد این قضیه بشویم. بناء هیکل و معبد سلیمان هم سومین هدف اسرائیل هست در اون منطقه و این اشغال رو به وجود آورده و صدماتی که در پی داره این رفتار اون.